بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، شماره 50 دعاهای سجده تلاوت. در سجده تلاوت، در سجدهش وقتی که انسان سجده میکنه میگه که سجد وجهی للذی خلقه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم امی در سجده امی الفاظ خواندن در سجده تلاوت، سجد وجهی للذی خلقه، سجده نمود روی ما، للذی به او ذاتی که خلقه او را خلق نموده است، و شق سمعه، و شق نموده یا باز نموده گوشش را، و بصره و چشمش را، و بحوله و قوته، و با کمک و قوت الله سبحانه و تعالی امی امور انجام شده. فتبارک الله، پس بسیار با برکت است الله سبحانه و تعالی که احسن الخالقین، که بهترین خلق کننده ها هست. همچنان این دعای دیگر هم رسول الله صلی الله علیه و خواندن: اللهم اکتب لی بها عندك اجرا، اللهم اکتب لی بها عندك اجرا و دع عنی بها وزرا واجعل لی عندك ذخرا و تقبلها منی كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم یا الله، اکتب بنویس لی برای من، بها به امی سجده یا به امی دعا، عندك به نزدت، اجرا اجر، و ضع عنی بها وزرا، و توسط ازی یک گناه مرا چیکو از بین ببر. واجعل لی عندك ذخرا، واجعل و بگردان لی برای من، عندك در نزد خودت، ذخرا یک ذخیره، و تقبلها منی و قبول کن ایرا از من، کما تقبلتها من عبدك داود، مثل که ایرا قبول کردی از بندیت داود علیه السلام. یعنی شما ببینین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعاهایی را که برای ما و شما تعلیم میده در کلش مخاطبش کی است؟ الله هست. الله هست. خب میایم سر تشهد. ما و شما تحیات لله و صلات و سلام را همیشه میخوانیم، لکن هدفی است که انسان مؤمن معنای زیر بفهمه. فهمیدین؟ یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات. اینجا سه قسم چی هست؟ عبادت هاست. یکی عبادت های زبانی هست، یکی عبادت های بدنی هست و یکی هم عبادت های مالی هست. التحیات لله وقتی که میگن پروردگارا تمام عبادت های زبانی خاص برای تو هست. بسیاری کس ها معنای زیر نمیفهمن. التحیات تمامی عبادت های زبانی لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و الصلوات و تمامی عبادت های بدنی خاص برای کی هست؟ برای الله هست. و الطیبات و تمامی عبادت های مالی خاص برای کی هست؟ برای الله هست. چون واو عطف میکنه وقتی گفتی التحیات لله، یعنی معنایش که و الصلوات لله و الطیبات لله. فهمیدین؟ یعنی التحیات و عبادت های زبانی و الصلوات عبادت های بدنی و الطیبات عبادت های مالی. پس اینا رو شما ببینین چرا ما و شما در هر نماز خود این التحیات میخوانیم. به خاطر از اینکه وقتی لام اینجا داخل شده، شما ماشاءالله میفهمین که لام برای تخصیص است. وقتی که میگه که فلان چیز، مثلا میگیم که هذا کتاب لاحمد، این کتاب فقط از احمد است، یعنی خاص برای کی است؟ از احمد است. پس وقتی که لام داخل میشه میگیم التحیات و تمام عبادت های زبانی برای کی هست؟ برای الله هست. خب وقتی شما در نماز تعهد کردین و معنای زیر فهمیدین، دیگه شما زبانتان عبادت زبانی را و مخلوق نمیکنین. عبادت زبانی چی است؟ حمد عبادت زبانی هست،
مثلا استعاذه عبادت زبانی هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله استعاذه ای را میگن، پناه بردن، این عبادت بدنی هست. مثلا استغاثه عبادت بدنی هست، زبانی هست. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن میگه که وقتی در غزوه بدر بود رسول الله صلی الله علیه و سلم استستغیثون ربکم، شما وقتی به کی استغاثه میکنین؟ به الله میکنین. یا الله، یا در حالتی که بسیار سخت مریض هستی یا دشمن سر حمله کرده یا یک حالت بسیار سخت که باشه، این لحظه که شما دعا میکنین این استغاثه میگن. فهمیدی یا نه؟ این حال متاسفانه بسیاری کسای یک مخلوق میگن ای غوث الاعظم است. غوث الاعظم نفر میگه، در حالی که کسی که دعای ما را، استغاثه ما را قبول میکنه و او بزرگترین قبول کننده های استغاثه است کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. میبینید حتی کلمات شرکی که در بین مردم مروج شده و معنای التحیات نفهمیدن. پس استغاثه و استعاذه متوجه هستین. و استعانت، استعانت چی است؟ که شما در امور مافوق اسباب از یک کس کمک میخواین. مریض هستین، دکتر براتون میگه که اولاد ندارین، شما میگین یا الله بر ما اولاد نصیب بکو. پس این استعانت، ایاک نستعین، استعانت از الله میخواین. استعانتی که در عالم مافوق اسباب گرفته میشه این چی هست؟ این عبادت زبانی هست. پس این عبادت زبانی را ما شما گفتیم که خاص برای کی هست؟ برای الله هست. التحیات لله و الصلوات. وقتی که ما میگیم عبادت های بدنی با الله تعهد میکنیم، سعی کنیم نماز در حقیقت روزانه چندین مرتبه تعهد است که ما با خالق متعال میکنیم. و این معنای نماز می هست که وقتی ما با الله در نماز تعهد کردیم، بعد از نماز هم باید چی؟ همین تعهد خدا حفظ داشته باشه. این حال مشکلی است که یک نفر در نماز بسیار خوب آدم است، از در نماز تعهد میکنه که یا الله تمام عبادت های زبانی را بر تو میکنم، اما وقتی که بیرون از اونجا برآمد باز استغاثه شو، استعاذه شو، یا محمد، یا علی، یا عمر، یا ابوبکر، یا فلان، یا شیخ. ببینن اینی چی است؟ الفاظ است که مخالف تعهد است با خالق متعال. و صلوات ما تعهد دیگه کردیم که یا الله تمام عبادت های بدنی رو من برای کی میکنم؟ خاص برای تو میکنم. پس این عبادت های بدنی چی هست؟ مثلا رکوع عبادت بدنی هست، سجده وقتی که سرت به سجده میمانه عبادت بدنی هست. متوجه هستیم؟ قیام عبادت بدنی هست. یعنی ما شما روز در عبادت گفتیم که 3 شرط است: خوف باشه، امید باشه و محبت باشه. این حال وقتی که در مقابل یک کسی با محبت، با خوف که از او میترسی هم و از او امید هم داری، حتی قیام باید به شکل قیام بر از او استاد نشی. بعضی کسا در مقابل بت بسیار با عاجزی استاد میشه. بعضی کسا در مقابل قبر هم مثل که در حالت قیام است. این حال قعده زانو زدن که است، عبادت است. متوجه شدین؟ پس این کلش عبادت های بدنی است که ما در هر نماز خود با خالق متعال تعهد میکنیم که یا الله تمام عبادت های بدنی رو خاص برای کی میکنیم؟ خاص برای خودت میکنیم. و الطیبات دیگه عبادت های چی هستن؟ مالی هستند. در عبادت های مالی نظر عبادت مالی هست. ببینید نماز میخوانن، تعهد میکنن، بر زبانت حمدگویا، بر دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سودی. شاعر چقدر خوبش زیبا میگه. یعنی بسیاری کساست در زبانش تعهد میکنن، ما شما میره بچهش میبینیم نماز میخونه، همین تعهد میکنه، لکن معنایش نمیفهمه. 60 ساله شده، 70 ساله شده، پرسانش کنی که خب حاجی صاحب همی تحیات چند مرتبه خواندی؟ شاید اگه کلش حساب بکنم میگه 10,200,490 چند مرتبه امیر خوانده. یعنی در طول عمر شما که 5 وقت نماز میخوانین و نوافل میخوانین و سنت ها رو میخوانین، ببینین با تراویح و بایا، یعنی شاید یک نفر در طول عمر خود چندین میلیون مرتبه امی التحیات لله و صلوات و طیبات با خالقش تعهد کرده، ولی چندین میلیون مرتبه بی‌معنا. متوجه هستین چه خطر است در نماز ما و شما، نماز خواندن ما و شما بدون معنا، برای معنایش وقت ندادن. بناهن چی مشکل پیدا شده؟ مشکل پیدا شده که تعهد با الله در زبان میکنه اما نمیفهمه. یک ایره علما میگن، میگه پرندگک
بر طفلک خود گفته بود انسان انسان که دست خود به سنگ برد فرار کو. فهمید؟ یعنی او برش گفته بود که انسان که دست خود به سنگ برد یعنی می خاطر که سنگ بزنه بپر بگریز دیگه میگه پرنده قرار امیر یاد گرفته بود انسان که دست خود به سنگ برد فرار کو، انسان دست خود به سنگ برد فرار کو. یک وقت قرار یک جای است معنایش نفهمیده، یک نفر آمد سنگ دست خود گرفت اینو میخواد بزنه، این چی میکنه؟ انسان که دست خود به سنگ برد فرار کو، انسان دست خود اینه او زد که سنگ مغزش باد کرد. این حال بسیاری کساس نماز میخونه الفاظ نماز معنایش نمیفهمه، بنان تعهدار یاد نداره، میکنن تعهد زبانی اما چون معنایش نمیفهمه به این خاطر برش چی پیدا میشه؟ اما الفاظش بی معنا هست و نمازش در شخصیتش تاثیر نمیکنه. چرا؟ وقتی انسان که خالق خود در نماز چی کرد؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا مثلا چی منکر است؟ منکرات بزرگترین منکر اعتقادی هست، بزرگترین منکر که انسان در جهنم داخل میکنه، در دوزخ داخل میکنه، منکرات اعتقادی هست. منکر اعتقادی چی هست؟ اینجا که ما شما گفتیم طیبات، مالی، نظر به غیر الله. ما شما چقدر مردم میبینیم که نظر به نام کی میکنن؟ به نام مخلوق میکنه. این شربت به نام شهدای صالحین است، اینی مرغ به نام فلانی نظر کردیم، اینی چی است؟ حتی می خانم ها که مشرک میشن میگن سمنک نظر چی است؟ نظر بهار است، نمیگه که نظر الله است، میگه نظر کی است؟ نظر بهار است. چون آفتاب پرستا غالبا به آفتاب، مهتاب، فصل ها بینی شب روز عبادت میکنن. پس این حال وقت ما میگیم التحیات و تمامی عبادت های زبانی و الصلوات و تمامی عبادت های بدنی و طیبات و تمامی عبادت های مالی، پس نظر عبادت شد باید فقط برای الله بکنیم. ذبح حیوان، فصل لربک وانحر، چی معنی؟ فصل لربک وانحر لربک. امی قسم که نماز باید خاص برای الله بخوانی، ذبح حیوان و ذبح پرنده را هم باید خاص برای کی بکنی؟ برای الله بکنی. از ما و شما مشکل چی است؟ بسیاری کسا افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. با فصل لربکش ایمان دارن، نماز خاص برای الله میخونن، وقتی که ذبح حیوان شد باز حیوان زیر پای عاجی ذبح میکنن، حیوان در مقابل قبر و زیارت ذبح میکنن، حیوان در مقابل یک خانمی که عروس است برای عروس ذبح میکنن زیر پای از او. یعنی کل زی ذبح چی است؟ حتی در حدیث شریف میگه که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله یک حدیث را بیان میکنن که دو نفر در قریه در امتهای قبلی داخل میشدن. ببینین چقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی یک قصه در امتهای قبلی شاید به میلیون ها قصه بوده باشه، لکن یک قصه بسیار دقیقی که از او آدم میتونه بسیار استفاده عالی بکنم. او چی است؟ میگه که یک دو نفر در قریه داخل میشدن. سابق در قدیم الزمان همیشه قریه ها چهار طرفش دیوار داشتن، حصار داشتن و یک دروازه می داشت. پس اگر یک نفر میخواست در قریه داخل شود طبعا اون پاسبانا مترا از پیشش یا پرسان میکردن یا چی میگن. گفته یک دو نفر مسلمان ها در قریه داخل میشدن. مسلمان طبعا خطابش بر امت حقیقی هر پیغمبر مسلمان است. این یهودیت و نصرانیت یا باز شکل تحریف شده ادیان است. میگه یکی از مسلمان های از امت های قبلی دو نفر میرفتن در یک قریه، ددان دروازه قریه منطقه یا قریه یک مجسمه گذاشته شده، بت هستن و قانون از اینا می بود که هر کس که داخل میشه اینجا باید برای این بت یک دانه حیوان یا یک چیز را ذبح بکنه. خب این دو نفر آمدن، حالا مسلمان هستن، میخواین داخل قریه شو و نمیخواین که امی عمل شرک‌آمیز انجام بدن. برای پاسبانا برشان میگن که خب اینجا قانون است، شما اگه گوسفند ندارین که ذبح کنین. اونا میگن ما غریب مردم هستیم، گوسفند نداریم، we don't have. میگن no problem، مشکل نیست که گوسفند ندارین، برین یک دانه سگ پیدا کنین. چون کافرها حتی سگ هم میگه مقصد خون بریزان، برین یک سگ پیدا کنین. یا رفتن گفت والا نو داگ، ما سگ نیافتیم. برین یک پشک پیدا کنین. گفت که نیافتیم. خب بالاخره پاسبانا گفت اینجا قانون است و ما نمیتونیم بدون قانون شما را اجازه بدیم. گفت خیر هیچ چیز نیافتیم. گفت خیر است یک دو دانه پشه یا مگس پیدا کنیم، کلیش پیشین بود قطع کنیم. ببینین
یک نفر از گفت نمیکنم این کاره، چون ما او فهمید که مسلمان است، زیر زد گردن از این بیچاره را پران با ایره به شهادت رسد. و نفر دومیش گفت که چیه پس دیگه اول یک پشگک چی است؟ مثل ما و شما که میگیم نه یک پشگک چی است؟ این حال این میگه اینی میره که دمی حدیث شریف میگه که اینمی نفر با اینمی عمل خود در دوزخ میره. یعنی قطع کردن سر یک پشه یا یک مگس در مقابل یک مجسمه انسانه. بعضی کسا بر مجسمه سجده میکنه، بر بسیاری اشخاص سجده میکنه، بر قبر سجده میکنه، متوجه هستی؟ ولی برش بسیار عادی معلوم میشه. به هر صورت این حال وقتی که ما تعهد کردیم با الله که تمام طیبات، تمام چی؟ تمام عبادت های مالی، مفهمیدین؟ تحیات چی را میگن؟ عبادت های زبانی، صلوات عبادت های بدنی و طیبات عبادت های مالی. پس کل عبادت های ما شما سعی کنید چقدر مردم مثلا وقتی که میگیم که عبادت مالی هست، عبادت مالی دو قسم است، یکی عبادت مالی مسنونه هست و یکی عبادت مالی شرکی هست و یکی عبادت مالی چی هست؟ بدعتی هست. این حال بعضی عبادت های مالی شرکی که است که اینمی مال به خاطر مخلوق مصرف شود، برای مخلوق مثلا ذبح به نام مخلوق شود یا نذر به نام، این شرکی هست. و یکی بدعتی هست، همین بدعت هایی که مثلا روز دوم، روز سه، شب جمعه، 40 سالگیره، این گپا است، این مصرف مال این بدعت هاست. و کل بدعت دلاله و کل دلالت فی النار. هر بدعت دلالت است و این در بله. درست است. ما فهمیدیم ما مشکل ما چی هستن؟ مشکل ما خودم در زندگی خود زیاد تجربه کردیم. یعنی اگه ما همیشه با امرای از خودگی خود وقتی که شیشتیم، ما و شما یک مشکل داریم که پیش ازی که ما دعوت بکنیم عمل میکنیم، در حالی که ما و شما روز هم گفتیم که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب خود میگه که باب العلم قبل القول والعمل. ببین ما و شما منهجی که سلف صالح مثلا علمای بزرگ اسلام هستن مثل امام بخاری دادن، اگر از این ما شما یک درس در دعوت در زندگی خود بگیریم، شما دعوتگر اسلام هستین، میخواین یک درس می قسمت بگیرین، شما امیر سرتان تطبیق نمیکنین. امام بخاری میگه باب العلم قبل القول والعمل. اول خودتان علم داشته باشین، باز که علم داشتین برای مردم اول بفهمانین، برای مردم بفهمانین. من یک دفعه یکی از چی بوده که شب جمعه دوستایم بودن، نرفتم، از خودگی ما بودن، من نرفتم. دیگر روز در مجلس برابر شدیم، یکی از دوستای بسیار خوب ما، چند نفر دوستا شیشته بودن، کلشان خیستن و 20-25 نفر شیشته بودن و من تنها بودم. امرایم جره بحث کردن. خب وقتی که جره بحث شروع کردن، من برشان گفتم برادر عزیز، اول خب من مسلکی شما غیر مسلکی هستین. گفتم شما اگر برای یک دریوری یاد میتین، دریور میفهمه، میگه من 20 سال از دریوری کردیم، تو اومدی برای من دریوری یاد میتی، یکی مشکلی است. به هر صورت دوم گفت ما هفته گذشته کل ما درباره خودت گپ زدیم. من گفتم برشان قصه کردم بسیار دوستانه، برشان گفتم که من پیسه نداشتم، اگر یک کارمون نفر رو میکردم که یک بسته خرما برای کس برده بود. یک نفر در یک مجلس داخل شد، دید که والی شیشته و چند نفر دیگه شیشته، یک عالم بود، دید که کلگی غیبت تزیره میکنن. این کمی در اومد یارو در غیبت خود گیر کرد که کلگی در این لحظه غیبت تزیه است. پسی برآمد که کلگی گفت والا من که فهمید قار کرد، شد رفت دمی شار امی بهترین خرما بود دیگه، امی وقت امی کلچه و کیک گپایشون خرمای خوبش بود. عربا که برای کس میرفتی خرمای مثلا آجوا برش میآوردی، رفتی برش خوب آمد، از خرمای لوکس درجه یک که از اون که قیمت زیاد نبود، کتک هم آورد بفرمایید کلی ایران ماندن که این خمردکه نه تنها قار نشد، این چیز کرد. سعی کنید دعوته. او برش گفت که خرما را گرفتن، بازو گفتن شما چرا این خرما را آوردین؟ گفت که صاحب من خرما را به خاطر از آوردم که شما هنوز انرژی بگیرین و به غیبت بیشتر مرا بکنین. چرا با هر کلمه غیبتتان 2 رکعت نمازتان بر من سند کردم میرین. بسیار خوب است. من بسیار زیاد از شما، چون شما همیشه انسان مسلمان باید چی کنه؟ انسان مسلمان
من برشان گفتم شما بچهای کاکایم هستین، دوستایم هستین، این خوارزاده است، شکر مولوی صاحب حافظ قرآن، اینی صاحب بچه کاکایم است، حاجی صاحب فلانیه. ان شاء الله تعالی در روز قیامت من در مقابلی که شما پشت سر من بدگویی کردین، از هر کدومتان دو رکعت نماز میگیریم. ولی من یک تصمیم دارم، گفتم شما خفه نشین، من نمازهای کورو که در افغانستان خواندین و بی حضوری را نمیگیرم. اونمون نمازهایی که پیش بیت الله شریف خواندین، اما نمازایی که بسیار با اخلاص در پیش بیت الله شریف گرفتین، باز میگم یا الله دو رکعت نمازش بر از من شد، من میگم یا الله من نمازایی که در افغانستان خوانده رو نمیگیرم. این قبول نیست. اونو نمازایش بده که در پیش بیت الله شریف گرفته. حالا کل کیت نمازای ما رو میگی همین قسم قاعده است. بله این تو این من روز آخرت. بعد از وقتی که گپ مجلس دوستانه شد، بخنده شد، باز برشان گفتم دوستای عزیز، ما و شما باید بفهمیم که اینمی کارا که است. شما تصور میکنین بعضی کسا حتی صحابه را بد میگن و نمیفهمن. شما تصور کنین در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله عثمان رضی الله عنه جیش العسره رو شما ببینید که چقدر تعدادش زیاد بود. کل مصرف شکی میته عثمان رضی الله عنه میته. آل عثمان رضی الله عنه اگر بفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز شهادت حمزه رضی الله عنه روز دوش روز سهش شو جمعگیش رسول الله هم خوشحال میشه. در دین است. عثمان رضی الله عنه میخواد میگه کلتون بین روز دوش سر من. عبدالرحمن ابن عوف میخواد برشان میگه که ببین من تجار هستم روز سهش سر من. دیگه صحابی دیگه میخواد که چی شو جمعگیش سر من. اما هیچ کس نمیکنه. جعفر رضی الله عنه وفات میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان چی میگه؟ برشان میگه که اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما بفرمایین کلتان برین برای جعفر طعام بیارین. ما گفتم مثلا از ما برادرم فوت کردن، خانم برادرم فوت کردن، من بی غیرت نیستم، بی غیرت شما هستین، دست خالی آمدین. شما غیرت یاد بگیرین. وقتی که برادر ما فوت کرده تو غیرت کو، برو یک 20 خوراک کباب بخیر بیار. تو چرا دست خالی آمدی؟ خجالت نمیکشی؟ حالا با مذاق خنده سبیه رو تو کردم، کلش بی غیرت هم کشیدم و کلشان قناعت هم کردن و نمازایشان هم گرفتم و او را میگیرم ان شاء الله. او را خونه نه این بخش گفتن نه شما خودتون اعتراف کردین ما 20 نفر غیبت کردیم، دگام غیبت کردین، دگام در شب جمعگی تا نمیم، دگام غیبت کنین، دو پیازام بخورین و شما وقتی که بدعت میکنین 10,000 تا مصرف هم کردین، من نمیکنم. این مسئله شب جمعگی خانم برادرم بود. چند وقت بعد برادرم فوت کرد. وقتی که برادرم فوت کرد من برشون گفتم من $1,000 دارم که روز سه شب بکنم، ولی من نمیخوایم $1,000 در دفتر اعمال سیئه این بره. هیچ کس از من هیچ پرسان نکرد و هیچ کس خفام نشد. بنان وقتی که ما دوستانه مردم ما بفهمیم و مردم دلسوز باشیم. چرا اکثریت مردم شما سعی کنید شما جوانا خودتون 2-3 سال پیش خود در نظر برین، 4 سال پیش خود در نظر برین، 5 سال پیش خود در نظر برین. هر کس در افغانستان یک دوره جاهلیت تیر کرده. هر کس تیر کرده. هر کس که بخوای قصهش پرسان که یک دفعه رفته تا پیش از او چند وقت پیش یک جای رفته، بازگشت جای رفته، دیگه رفته. همین سلفی‌ها که سلفیت خود رسنه از خرزابیتی شروع می‌کنی تا در جنرالی میرسی. متوجه هستی؟ تا که عقیدت صحیح میشه و اینجا میایی بسیار سرکای کونه و کج و خراب ما تیر کردیم. وقتی که ما خود ما در این خرافات و بدعت‌ها و اعداد بسیار شرکیات مبتلا بودیم و الله برای ما چی کرد؟ هدایت کرد. حالا بخوایم سر دیگه هم همین قسم اونا را دوستانه چی بکنیم؟ دعوت بکنیم و ان شاء الله تاثیر میکنه. اما ما و شما چی میکنیم؟ و هیچ کسی چیز نمیفهمه. میریم ما تو بسیار اعصاب خراب تند ما استاد هستیم یا نمیریم. ناز نظم. باز اگر رفتم چی؟ ناز نخورم. و مردم میگه توی رسه مجلس ما را خراب میکنه. توی رسه ای نه. اما اگر قبلا مردم فهمانده شه برش میگی والا برادر خودت. مرا یک وقت کسی گفت که شما در عروسی همراه خانمتان نمیین. من گفتم حالا مرا بسیار خوشم که برم در گلبهار سنتر خوب لباس لوکس برای خانم ما بگیرم، خصوصا از این استادای این پانتون زیاد دکتر صاحب میفهمن بسیار استادای هستن که 35 ساله 40 ساله شدن، نه خوب سرخی میکنن سفیده میکنن، فقط خود 16 ساله جور میکنن. از اون یک دانه بگیرم او خوب ماش هم داره 40-50 هزار خودش بر خود ما هم دیگه در پالیش هم تو درشی لوکس نکتایی در می هتل که بریم باز این استاد دایی آمده کت استاد فلانی جان باز ما کردیم دستایمون باشه هنوز بردگاه اگر یک غوری میاره بر ما 2 غوری میاره. اینو گفتم ما هم خوش دارم لکن از این میترسم که در جنت جاسوس و دایوس داخل نمیشه. 2 طایفه مردم، یکی جاسوس و یکی دایوس. جاسوس کسی که شیشته دیگه که باش از این دان استاد دایی یک گپ براین باز تک 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 باز زوره برو بنتلو خیر است برو جاسوسی کو لکن در دوزخ میری.
انشالله 50 سال بعد تو هم زیر خاک هستی ما. و یکی دیوس کی است؟ کسی که مردم نامحرم همراه خانمش قصه میکنه، ایره در حالت آرایش و فیشن و ایگپا میبینه و هیچ برجیگه که غیرت قرار شیشته هیچ رای نمیزنه. میگه چیش میره. یک روز یک کس مرد میگه خوبه می خانم مده یک مجلس پیشری مردا رقصید، چیش کم شد؟ من گفتم از او چیزی کم نشد، برای تو زیاد شد. گفت چی؟ گفتم در پیشانوی دال یا واو ثی. گفتم از تو زیاد شد، کم نمیشه، زیاد میشه. این حال بسیاری وقتا فهمیدین. یعنی از این خاطر ما به شما کوشش کنیم دوستانه مردم ما بفهمانیم و اگر کس نفهمید میگه با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است. خدا زدگان که سات ستیزه نکرو که خدا زدگان کو خدا زده ہے. خدا انی مارنا ہے. نه وقتی تو رفتی تقریر کردی. ایره تقریر میگه. عالمی که در مجالس بدعت، شرک، گمراهی اشتراک میکنه بر از او مشروعیت میده. اگر او عوام بیچاره به اساس عدم فهم یک دفعه در دوزخ غطه میخوره، ان شاء الله یه عالم 10 مرتبه غطه میخوره. چرا تو تقریر کردی؟ نه ریاکاری رو میبینی؟ اینی رو میگه بفهمان. پدرت فهماندی؟ بیادرت فهماند؟ که نکرد خلاص دیگه. تو میگه که برای پدرت می قسم میگه می پدر جان این دین است، من این دین فهمیدین و پیشمک است الله و رسولش از کل یک چی هستن؟ محبوب تر است. آیت قرآن میگه که و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. الله در قرآن میگه که شما و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان گفتیم به والدینتان چی کنین؟ احسان بکنین. احترامش جست شماش میکنیم، احترامش میکنیم، از جیبت برش پیسه میتی، کالاییت برش میخری، همین کار. و این جهادا که باز اگر این مادر پدر سعی و تلاش داشتن که حالا جهد کوشش میکردن و این جهادا که علی ان تشرک بی که تو شریک بیاری به من ما لیس لک به علم، این امر الله هست. فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. باز اطاعتش نکو در مخالفت شریعت الله، لکن امرایش صحبت خوب بکن، نشینی خوب بکن، احترامش بکن. بگو برات احترام هم دارم، خواهم ساری دیگه. ما بسیاری وقتا پدرم هم میگم پدر جان احترامت دارم، خدا این مسئله ما رفع کن. باز میگه برو بچه سیس ان شاء الله. در جایی که دعوت وقت واجب است که در دعوت منکرات نباشه. وقتی که منکر بود ما اونجا باید اشتراک نکنیم. شما دین برش درست نرساندین. شما برش میفهمیدین که اینی کار کس اینی بر تو هیچ ثواب نداره. اینا رو وافق والا کسی که قبول نمیکنه شما کار الله را نکنین. خب اکثرا به جوانای دعوتگر یک مشکل دارن. مشکلشان این است که میخواین کار الله را بکنن، کار پیغمبر را بکنین. الله سبحانه و تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و میگه که انما علیک البلاغ و علینا الهدى. تبلیغ وظیفه ماست، هدایت کار الله است. فقط ما بر جان مقابل با زبان شیرین، با حکمت، با دوستی و با محبت میرسانیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت برش میرسانیم. ای که باز کرد نکرد این وظیفه ما نیست. ما بسیاری وقتا برای کس دعوت نماز میکنیم، اون نماز نخوان، باز ما که مایوس میشیم. نه، ما وظیفه خود انجام دادیم. دعوت دین میکنیم، مایوس میشیم. نه، ما مایوس نمیشیم. توحید بر بیان میکنیم. یک کس قار میشه تو یک دو تا بنگ بنگا کپ کردم ببرایم، همین یک 50 تا بنگ بنگ بکن. وظیفه من نیست هدایتش. هدایت کار الله است. چرا قلب هر کس در تصرف الله است. 100 مرتبه بسیاری کساست وقتی که میگه که والا گپایت شنیدم بسیار تاثیر کرد، این سبا سایکنی ریشه سیز نه الله هدایتش نکرد. باز چی میگه؟ نه بابا او یک وادگه که گپ بود. پس این حال آدم قلب هر کس در تصرف الله است. اللهم یا مقلب القلوب، یا کسی که قلب ها را تغییر میدی،
دعا میکنی که یا پروردگار قلب مرا ثابت به دین بگردان، چون ما خود ما در فتنه قرار داریم. تو میترسیم بسیاری کسا سعی کنیم که اقا با تقوا، اقا دیندار، اقا مسلمان خوب، دیگر روز یک دفعه در کفریات شروع میکنه. از این خاطر هدایت کار الله هست. به هر صورت در مجالس بدعت نمیشه. اگر تو داعی هستی قبل از مجلس بدعت دعوت تا بکن، در خانه که آمد برش تشریح کن، خودت برو دیگر اوضاع کتش تشریح کن، دین برشان برسان، CD برش بده، کلپ اسلامی برش بده، مواد برش برسان، کم کم بفهمانشان دوستانه. اما ما شما میمانیم خوب، اما روزی که آمد در اون روز کس گپ قبول نمیکنه، به خاطر از اینکه در این روز دیگش بار است. سیزنه آلو مسئله آبروی از او است. او وقت حالا فعلا او سر دین فکر نمیکنه، سر آبروی خود فکر میکنه. میگه تو آمدی برای آبروی ریزی، من نانم تغییر است، مردم میگه نان نخو. ببینید به وقت چیز نکنید. همین مرغ هم که به وقت آزان بده خوب نیست. نمیشه قطع، هیچ قطع نمیشه. نه خانه یک نفر نرفتیم. امروز که نرفتیم مثلا برش دیگر روز برو برش بگو برادر عزیز بسیار ببخشی قربان چم، یعنی توفقک هم برات آوردیم و در فلانی روز خودت خواسته بودی. حالا مثلا ما در بسیاری دعوت هستیم، ما همین 100 جای دعوت میشیم، رفتن نمیتونیم دیگه روز که اومد دیروز یک کس اومد گفت اینی از پیش تو خفه است، استاد داروسی خود خبر کرده بود نرفته بودیم. من گفتم خیر است داروسی دوم بخیر کو باز میایم. فهمیدی یعنی اینا خو آسان است. میگی برش میگم ببخشید من اومدن نتونستم یا مشکل داشتم، خمیام یک مشکل است، مشکل اعتقادی دارم طبعا دیگه، مشکل داشتم اومدن نتونستم، من امروز اومدم و پس خوشحال میشه و برش میگه که برادر عزیز یعنی اگه زیاد چیت باز برش میگه والا انت ما دین انت فهمیدیم، اگه ما غلط فهمیدیم اینا میخواستم اگر صحیح یا غلط است ما خودم تو فهمیدیم، بس تو خفه نشو، خفه نمیشه، میفهمه که این نفر چیز است. خصوصا وقتی که همین سیاست زندگی انسان که معلوم دار باشه، نه پالیسیت معلوم باشه. بعضی کشورها هیچ پالیسی سیاسیش معلوم نیست، انسان ها هم این قسم است. وقتی که پالیسی سیاسیت معلوم باشه کل مردم میفهمه. بعضی دوستای ما هست میگه استاد دایی سر نکیگی ام در قصه سر و چلیگه، من او زنکیگی ام سر و چلیگه در ختمش نمیریم، بعد از ختمش دیگر از میرم قرار میشیم نری و سر وړه کمی چیز ما شما در حسن المسلم هستیم. خب فهمیدیم التحیات و صلوات و طیبات فهمیدیم. السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا یک مسئله اعتقادی است، متوجه باشین که در السلام علیک ایها النبی وقتی که ما شما میگیم در اینجا فکرتان باشه که وقتی که یک نص آمده اون نص ما اونمو قسم میخوانیم، به این معنا نیست که ما مستقیما پیغمبر پیشری ما شیشته و حاضر و ناظر است ما برش سلام میتیم. ما اینم تو نص اینمی قسم آمده هست، متوجه هستین؟ یعنی وقتی که نص می قسم آمده پس ما اونمون نص امو قسم میخوانیم. اول مثلا در قرآن شریف الله سبحانه و تعالی بر ما در قرآن شریف اول گفته که الحمدلله رب ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله سبحانه و تعالی بر ما تعلیم داده که ای بنده ما وقتی که تو نماز میخواندی تو بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. متوجه هستید؟ این نص است. این معناش نیست که العیاذ بالله الله بر دیگه کس میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس وقتی که ما میگیم السلام علیک این نص است، یک متن است، این قسم آمده ما ایره میخوانیم، در حالی که ما عقیده داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم غیب نیست، در هر مجلس حاضر نیست، او با علم غیب خود ما را کنترل نمیکنه، با علم غیب خود ما را الله کنترل میکنه. متوجه هستید؟ من تا این متن این قسم آمده ما میخوانیم. فهمیدین یعنی بعضی کسا میگه این در تحیات و السلام میگی پیغمبر پیشریت است در نماز امیل استاد است در پایش سجده میگیری برش میگه السلام علیک، غلط تفسیر میکنه. این رو باید متوجه باشین. السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و رحمت الله و برکاته. این که باز سلام ما را الله چه قسم بر رسول الله صلی الله علیه و میرسانه، او دیگه مثلا انسان ها تانستن که تیوتر از طریق تیوتر یک دیگه خود سلام برسانن، مثلا تانستن از طریق اسکایپ برسانن، تانستن از طریق مثلا موبایل است، از طریقای مختلف. خالق متعال خالق است، این حال او میتونه که با هر شکلی که خواسته باشه مو سلام برای رسول الله صلی الله علیه و سلم برسانه. منتها ما همی عقیده داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان بود، بشر بود، خودش گفته که انما انا بشر مثلکم، بنابراین او ما را مراقبت نمیکنه، الله ما را مراقبت میکنه. عالم الغیب الله هست، عالم غیب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. بله نمیره امر چه قسم الله برش میرسانه و کار الله هست. متوجه هستین؟ در مسائل غیبیات الله درود چه قسم بر رسول الله صلی الله علیه و میرسانه و کار الله هست. اما باید عقیده خود خراب نکنیم که روز جمعه اگر ما درود میفرستم رسول الله صلی الله علیه و در این مسجد میه و درود مرا گوش میگیره.
باز عالم غیب میشه. متوجه از اینکه باشیم عالم غیب الله هست. عالم غیب خب خیر است. و یک اصطلاح از فکرتان باشه که در اردو که است، چون اکثرا بسیاری مردم ها به زبان اردو متاثر می باشه، کسایی که در مناطق اردو نشین زندگی کردن، اونا مثلا میگه که ما شما میگم جناب عالی بفرمایید، در اردو میگه حضور تشریف لای، تو امی کلمه جناب یا محترم حضور میگن. یعنی عقیدهشون اون قسم نیست که پیغمبر هم حاضر و ناظر است، یعنی کسایی که اینجا میگن. بعضی کسا تو حضور به معنای عالی جناب، بزرگوار، سر، فهمیدین؟ آنت یک اصطلاح هست. از این خاطر ما شما زود باید حکم سر کس نکنیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علینا، اینجا میگیم سلام بر رسول و سلامتی بر ما باشه، یا الله ما را هم سلامت داشته باش، و علی عباد الله الصالحین، و به تمام بنده های صالحش. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت.